خدایا به خاطر همه چیزایی که دادی پس گرفتی، ندادی بعدم میخوای بدی، دادی بعدم میخوای پس بگیری، ندادی میگی دادم. خب نعمتهایی که ندادی میگی دادم. اینجا خداوند به دروغگویی متهم شده، نعوذ بالله. و من اصدق من الله قیلا، چه کسی در سخن راستگوتر از خداوند است. اصلا نمیخوای بدی، نداده بودی فکر کردی دادی. نداده بودی فکر کردی دادی، یعنی اینجا خداوند به فراموشکاری متهم شده، نعوذ بالله. الله تعالی میفرماید و ما کان ربک نسیا، پروردگار تو هرگز فراموشکار نیست. نمیده میگی میدم، نعمتها رو نمیدی هی میگی میدم، یعنی اینجا خداوند به خلف وعده و پیمان شکنی و نوعی فریب دادن متهم شده، نعوذ بالله، در حالی که ان الله لا یخلف المیعاد، الله تعالی هرگز پیمان شکن نیست و حتما به وعده های خود عمل